بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا میگه که حال الانسان فی قبره، حالت انسان در قبر چی می باشه و آخرین لحظاتی که انسان وقت قبض روحش می باشه و این حالت بسیار خطرناک است. القبر دار یحصل فیها احداث، میگه قبر یک خانه است که در بین از این حادثات بسیار زیاد میشه. بین حالت مسلمان مؤمن متدین و دیگه اشخاص میگه یک فرق است. براء ابن عازب رضی الله عنه یک حدیثی را روایت میکنه، یک حدیث بسیار طویل است. میگه خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى جنازه، میگه ما در یک جنازه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدیم. فجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی القبر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزدیک قبر نشست. و جلسنا حوله، میگه ما هم در اطرافش نشستیم. کأن علی رؤوسنا طیر، اما ادب صحابه را بیان میکنه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقت ما در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم میشیشتیم مثل ای که بالای سر ما یک پرنده شیشته باشه که اگه خود تکان بتیم و پرنده پرواز میکنه. این ادب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجالس درسی. چرا اگر کسی در یک مجلس مثلا بهش زنگ میه بازی کپک کده مبرایه، یا زنگش درس تشویش میکنه، یا خودش مبرایه، یا کسی بسیار فاجعه میکشه پیش روی چیشته دانش واز میشه، این کلش چیزایی است که برای خود درس بسیار چی است آسیب میرسانه و مغز انسان خراب میکنه، اما معنویت حلقه درس از بین میبره. استاد یک آیت قرآن میخونه، یک شاگردش آیت قطع میکنه به خاطر یک زنگ تلفن و یا به خاطر یک کار دیگه. استاد خود متوجه کلگی هست. و اینا در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما میشستیم که ان علی رؤوسنا طیر، میگه تو میشستیم با ادب مثل که بالی سر ما در سر ما یک پرنده شیشته باشه. مثلا اگر کسی در سرش پرنده باشه و خودش شور بده میپره. بنابراین درس هم قسم پرواز میکنه، فکر استاد خراب میشه، شاگردش برش بسیار بیادب معلوم میشه. پس میگه ما این کار کردیم. و هو یلحد له، اما جنازه هم در حالت چی بود که دفن میشد دیگه. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما گفت که تعوذوا بالله من عذاب القبر، گفت پناه بجوید به الله از عذاب قبر. قلنا، میگه ما گفتیم نعوذ بالله من عذاب القبر، ما پناه میبریم به الله از عذاب قبر. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تعوذوا بالله من عذاب القبر، به الله پناه ببرین از عذاب قبر. قلنا، گفتیم نعوذ بالله، ما پناه میبریم به الله من عذاب القبر از عذاب قبر. قال صلی الله علیه و سلم، میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتبه سوم تکرار کرد و گفت که تعوذوا بالله من عذاب القبر، پناه ببرین او مسلمانان از عذاب قبر، به الله پناه ببرین. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، ما پناه میبریم به الله از عذاب قبر. ثم قال، میگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، یک انسان مؤمن وقتی که در حالت انقطاع یعنی قطع دنیاست، یک حال رابطهش با دنیا قطع میشه، یعنی حالت جان کندنش هست دیگه. و اقبال من الاخره، و رو آوردن به طرف آخرت است. نزل الیه ملائکه من السماء، اکتیداد ملائکه من از آسمان. خب ما و شما میفهمیم که هر انسان که هست همراه هر کدام ما و شما 4 ملائکه هست. یک ملائکه به راست ما و شما هست، یکی به چپ هست. این 2 ملائکه که
کرامان کاتبین گفته میشه که اعمال ما و شما را یک نوشته میکنه. یک ملائکه در پیش روی ما و شما می باشه، یکی در پشت سر. این دو ملائکه به نام حفظة الکرام گفته میشن که مسلمان ها را، انسان ها را از آسیب هایی که جن ها و شیطان های جنی میخواه به برسانه حفظ میکنه. یعنی دو بادیگارد الهی، یکی پیش روی ما و شما و یکی در عقب همراه ما و شما هست. لکن در وقت که روح انسان باید انتقال بکنه، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی انسان ان العبد المؤمن، اینجا قید کرده که بنده مؤمن اینی حالت داره، اذا كان في انقطاع من الدنيا و اقبال من الاخره نزل الیه ملائکه من السماء، ملائکه از آسمان میان، بید الوجوه یعنی چهره های بسیار سفید دارن، کأن وجوههم الشمس، چهرهاش اقا زیبا هست مثل آفتاب روشنی میته میدرخشه. ما هم کفن من اکفان الجنه، یکی کفن است که بر جسد انسان ها میتن، یکی کفن است که بر روح ملائکه میرن. دو کفن ما و شما در وادی جان کندن داریم. امرای این ملائکه میگه کفن های است که از کفن های جنت برزی آورده، و حنوت من حنوت الجنه، و به می شکل خوشبویی یا عطر است از عطرهای جنت. حتی یجلس منه مد البصر، میگه این ملائکه میشینن پیش ازی به اندازه مد البصر. چی مانا؟ ای ترجمه میکنه، میگه انهم یجلسون بعیدا عنه ینتظرون خروج روحه. این ملائکه هست که یا منتظر هستن که روحش خارج شوه. لشکر دیگه ملائکه که روح از زیر قبض میکنن و علیده هست. انسان چقدر حالات سخت است، اگر رحمت الله باشه باز آسان است. این ملائکه که آمدن امرای کفن از اکفان جنت و خوشبویی از خوشبویی های جنت، ایمن پیش ازی میشینن دور. ثم یجیء ملک الموت، بعد از اون ملک الموت امرای شاگردا و لشکرش او باز علیده میه. حتی یجلس عند رأسه، باز ملک الموت در پیش سرش می نشیند. فیقول ایتها النفس الطیبه، ملک الموت برش میگه که ای صاحب نفس پاک. آله کی نفس طیبه هست؟ نفس کدام انسان نفس طیبه هست که ملائکه برش خطاب میکنه؟ هر کس میفهمه که نفس ما چند فیصد عقیده ما جور است، چقدر من توحید الله جور هستم، چقدر از گناه ها دور هستم، چقدر از اشتباهات دور هستم، چقدر در مجالس قرآن و سنت اشتراک میکنم، چقدر ادب به الله، به رسولش، به مقدسات به رضا دارم. فیقول ایتها النفس الطیبه، برش ملک الموت میگه که ای صاحب نفس پاک، اخرجی الى مغفرت من الله و رضوان، خارج شو، بر تو مغفرت است از جانب الله و رضایت الله. سبحان الله. فتخرج تسیل کما تسیل القطرة من فی السقا، میگه خارج میشود امیر روح ازی، تسیل میگه سیل که میگه نه، اما تو در جریان میشه. کما تسیل القطرة، مثل که قطرات میریزن، من فی السقا، از دهن مشک. شما کدام وقتی تو مشک یک چیز دیده باشین یا نه دیده باشین که تو قطره 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 هم کم کم از دان سو آب پایین میشه. فیأخذها، باز این ملک الموت خودش هم تاستا میبره و ملک الموت رو به دست خود میگیره. فاذا اخذها، وقتی که ملک الموت رو گرفت، اما ملائکه دیگی که آمده بودن قبلا پیششان کفن و خوشبویی است، لم یدعوها فی یده طرفة عین، میگه ایره در دستش نمیمانن، حتی به اندازه یک پلک زدن هم ایره پیش ملک الموت نمیمانن، فورا از پیشش میگیرن. حتی یأخذوها، ایره میگیرن، فیجعلوها فی ذلک الکفن، باز امیر روح میگذارن دمی کفنه که ایره از جنت آوردن. و فی ذلک الحنوت، و دمی خوشبویی که از جنت آوردن.
و یخرج و یخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض. میگه از این یک بوی خارج میشه مثل یک بوی مشک بسیار عالی که در روی زمین یافت شود. ثم قال، بعد از اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فیصعدون بها، پس میگه ایره بالا میبرن به طرف آسمان. وقتی که به طرف آسمان میرن، در هر قسمت آسمان ملائکه الله هست. فلا یمرون علی ملأ من الملائکه، یا با امرایشان همی شخص است با همی کفن زیبای جنت، روحش است طبعا، با اینمی خوشبویی. میگه به هر گروپ از ملائکه وقتی که اینا مرور میکنن، الا قالوا، مگر اون ملائکه میگن ما هذا الروح الطیب، این روح خوب کی هست؟ فیقولان، بازیا برشان میگه که فلان ابن فلان، این فلان شخص است، نامش فلان است، نام پدرش فلان است، به احسن اسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، همون نامهای زیبایی را که مردم برازی در دنیا میگرفتن. مردم برش میگفتن که فلان انسان صادق، راستگو، امانتکار، متدین. کوشش کنه انسان در دنیا تو زندگی بکنه تا مردم لقبهای خوبی بر انسان بده. فلان شخص چطور است؟ والله بسیار صادق است. فلانی دوستان چطور است؟ بسیار دعوتگر خوب است، بسیار انسان موحد است. بعضی کسا از خودش سر خود نام میمونه، من جنتی هستم و من فردوسی هستم، من فلانی هستم، من مسلمان هستم، من مسلمانیار هستم، من مثلا جنت خواه هستم، مثلا من فلانی هستم. اما برعکس از او لقبهای اساسی که امور مردم برش داده بشه، واقعا بگه آوالا فلانی نفر که است دوست مؤمنین واقعی هست، موحد است، دیندار است. از این خاطر ملائکه این نامها را چون در دفتر اعمال از این ثبت است، باز میگه که این فلان شخص است که مردم ایره میگفتن اینی شخص، اینی شخص، اینی صفت، اینی صفت، اینی صفت، و مردم برش صفات هم میدادن. خب فلان ابن فلان است به احسن اسماء التي كانوا يسمونه بها. از این خاطر متوجه باشین، یک گپ دیگه هم در اینجا متوجه باشیم که نام گذاشتن سر اولادها نام ایمانی که نسبت بندگی انسان به الله میده، یکی از وجایب والدین است. پس اگر یک نفر نامش پدرش یک نام چتل مانده باشه، بگه نامی کی است؟ باز این ملائکه هم سر نامش میشرمن. نامش چی است؟ نام یک گندور مانده، نام یک کافر مانده، نامی یک کس رو ببین نام فرزند خدا سرگین میمونه، یکی دیگر ببین نام حیوان سرش میمونه، یکی دیگر ببین نام پرنده ها را سرش میمونه. از الله بترسین. همین لحظه همین نام های زیبا میگه، باز ملائکه به زبان خود میگیره این فلان ولد فلان است، با این نام های زیبایی که برش گذاشته شده بود با مردم را میگفتن. حتی ینتهوا بها الى السماء دنیا، تا کی را میبرن به آسمان دنیا. این دیگه دمی رای آسمان دنیا در هر قسمت ملائکه هستن و هر کدام از یا پرسان میکنه که این شخص پاک با این کفن زیبا، با این خوشبویی کی هست؟ میگن فلانی فرزند فلانی، فلان شخص است، اینی لقب ها را داشت و این نام ها را داشت که مردم بوده میگفتن. به آسمان دنیا وقتی که رسیدن میگه فیستفتحون له، باز برازو میگن صدا میکنن که دروازه را باز کنین. ملائکه اونجا هستن، فیفتح لهم، دروازه برشان باز میشه. فیشیعه من کل سماء مقربوها. سبحان الله. میگه در هر آسمان تشییع چی میگه؟ مثل که چی میکنن؟ نه خوش آمدید میگن یا استقبالیه که میگن، استقبال میکنن ایره در هر آسمان. امو مقربو شخص، همون ملائکه مقرب و نزدیکی که در اونجا هستن. منظورش اینجا یشیعه، یعنی این ملائکه هم کتشان یک جای میشن. این ملائکه آسمان اول کتی چند ملائکه دیگه مثل که جنازه را میبرن، خبر میشن که جنازه فلان انسان عالی هست. دو قریه دیگه که میرسید چند نفر دیگه
امرای جنازه چی میشه؟ یک جای میشه. این چه میگه؟ در آسمان امی فیشیعه، یعنی او را مشایعت میکنن، من کل سما، من کل سماء مقربوها، اما مردمای مقرب، ملائکه های مقربی که اینجا هستن، این امرای زیر مشایعت میکنن از آسمان اول الی السماء التي تلیها، تا با آسمان دیگه که به او میآید. بین می شکل تا ای که در جنازه ازی تقریبا چندین هزار در هر آسمان ملائکه یک جای شدن میرن الی السماء السابعه، تا میرسن به آسمان هفتم. فیقول الله عز وجل، باز میگه الله متعال میگه که اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، بنویسید کتاب بنده مرا، یعنی بگذارینش در کجا؟ در علیین بگذارینیره. و اعیدوه الی الارض، پس اینجا پیش الله پیش میشه. سبحان الله، حالت بسیار جالب است که الله نصیب ما و شما اتو یک حالت بگردانه. باز میگه که الله متعال وقتی که قبول میکنه و میگه آل دفتر اعمال زیر ملائکه میگه که شما دفتر اعمالش ببرین در علیین بانین و روح زیر دوباره ببرین به جسدش که وقتی محاسبهش میشه. خب و اعیدوه، الله امر میکنه که ایره دوباره اعاده کنین الی الارض، به زمین. فانی منها خلقتهم، ما از اینمی زمین اینا را خلق کردیم. و فیها اعیدهم، دوباره پس به زمین اینا را میگردانم. و منها اخرجهم تارة اخرى، و از زمین دوباره اینا را باز در روز محشر بحث میکنم. فتعاد روحه فی جسده، پس میگه باز آورده میشه روح ازی به جسدش. فیأتیه ملکان، دو ملائکه میان، فیجلسانه، ایره میشانن. فیقولان له، بفرماین بشینن، کشیشتن، پرسانش میکنه من ربک، رب تو کی بود؟ یعنی تو در زندگی دنیا باید ما معنای رب بفهمیم که رب کی هست. رب مفسرین و علما و آیات قرآن تفسیر میکنه که رب خلق کننده ما هست، رب روزی دهنده ما هست، رب شفا دهنده ما هست، رب زنده کننده ماست، رب میراننده ما هست. اینو اگه کسی به می عقیده مرده باشه که واقعا خلق کننده ما الله هست. حال بسیاری کس هست قبر خلق کننده قرار میته، میره تو غار شور میته، میگه او فلانی بر ما بچه بتی، ای الله دوست ما تا زوی را که. آیا ای ربوبیت الله را قبول داره؟ نه، خطرناک اینجاست. شفا دهنده، ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین. آل وقتی کس پیش ازی پرسان میکنه که شفا دهنده تو کی هست؟ آیا کسی که در دنیا سنگ شفا دهنده هات قرار میده، پای برو در سنگ زیارت بشق، اون دو میره پایای خدا و دستای خدا در سنگ های بتخانه میشقه. مسلمان ها میرن در هر جایی که برابر شد برنشان. یکی دیگه وعلیکم السلام در چشمای خود قلف چینایی را که در زیارت بند است میشقه. حال شفا دهنده تو بربو هست، اسپند است، جن هست، سنگ است، انسان است، مخلوق است، پیغمبر است، ملائکه هست. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین. من که پدر پیغمبرها هستم، فرزندای من هم پیغمبر هستن و آخرین پیغمبرها هم از نسل ابراهیم علیه السلام است. میگه خودم وقتی که مریض شوم شفا دهنده من کی است؟ الله است. نه من خودم کس را شفا داده میتونم، نه فرزندایم میتونه و نه پیغمبرها و نه ملائکه، نه هیچ کس. پس این شخص چون عقیده توحید درست داشته، من ربک، آل وقتی که سجل عقیده جور باشه، فیقول میگه ربی الله، رب ما الله هست، خلق کننده ما الله بود، روزی دهنده ما الله بود، شفا دهنده ما الله بود، زنده کننده و میراننده ما الله هست. ما هیچ وقت به بارگاه مخلوق نرفتیم که به من رزق بدی. کسایی که میگن که اگر امریکا نباشه در افغانستان باز افغانستان از گشنگی میموره، آیا به صفت رزاق الله باور داره؟ نه. باز بگو اینجا
باز که ملائکه پرسان کرد باز فهمیده میشه. صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خیش. حالا اگه برش گفته شد باز فلسفه میگه، منطق میگه. شما منطقتان ضعیف است، شما دلایلتان قناعت‌آور نیست. شما در رمضان مردم دعوت میکنین به اعتکاف، ما در وقت علی حضرت تا 12 بجه شب در وقت تراویح خواندن در هتل‌های کابل موسیقی بود، رقص بود، ساز بود، با بسیار افتخاری ده میگن. باز اونجا برات نشان داده میشه که ماه رمضان باید چی کنیم. فیقولان له ما دینک، حالا میگه دین تو چی است؟ دین الملک یعنی قانون ملک. در سوره یوسف علیه السلام میگه او قانونی که تو بالای تطبیق میکردی کدام قانون بود که تو با او باور داشتی و میخواستی که سیستم اقتصادی، سیستم اجتماعی، سیستم اخلاقی، نظامهای مختلف مطابق از او برداشت بکنی. دین یعنی نظام اعتقادی، دین یعنی نظام عبادتی، دین یعنی نظام اخلاقی، دین یعنی نظام اجتماعی، دین یعنی نظام خانواده، دین یعنی نظام اقتصاد، دین یعنی نظام سیاسی. باز کسایی که امروز میگه که دین ما جدا میسازیم، دین اینجا باشه، سیاست اینجا باشه. دین در مسجد، سیاست از لینن، سیاست از ژان ژاک روسو، سیاست از سارتر، سیاست از گفته های مارکس، سیاست از دموکراسی و حکومت مردم توسط مردم برای مردم. باز در اینجا الله ملائکه برش میگه که و ما دینک. وقت مسلمان است بغیر از شریعت الله در هیچ حزب سیاسی الحادی داخل نشده، در هیچ حزب قومی که ضد دین اسلام از داخل نشده، در هیچ فکر و اندیشی که فلاسفه الحادی به خاطر مخالفت با اسلام و دین او را ایجاد کرده در او داخل نشده. باز در این صورت میگه که جواب میگه که دینی الاسلام، دین ما اسلام بود الحمدلله. نه قانون امریکا را پذیرفتیم، نه قانون غرب پذیرفتیم، نه قانون سوسیالیسم پذیرفتیم، نه تسلیم قانون اروپا شدیم، نه تسلیم قانون. اینجا باز کسایی که تسلیم قانون غرب و اروپا میشن باز اینجا زبون باز از گپ میمانه. اگر بگویم باز ملائکه باز میگه دروغ میگی، گپ نزنی، نگو که دین ما دین اسلام است. اونجا باز خدا پد کدام نمیتون شده، یک ملائکه ای طرف است، یک ملائکه ای طرف است، دیگه ملائکه شاهده هستن. خب بعد از او فیقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، این شخصی که در بین شما مبعوث شده بود که شما باید او را رهبرتان بگیرین، اسوه‌تان بگیرین و الله برتان گفته بود ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. کی بود؟ این حال میگه این شخص اگر رهبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته باشه. ما یک مسلمان الله برش رهبر معلوم کرده، یکی رفت احمد رهبر خود گرفت، یکی محمود گرفت، یکی کلبی گرفت، یکی مقصود گرفت. غربی ها دیدن که یا رهبر پرست هستن، آمدن سر رهبرها سرمایه گذاری کردن. رهبر وقتی که $1 بکس دادن، دیشی خودت شورک داد که نه نمیشه، این $2 بکس، یک کمک دیگه $3 بکس، $4 بکس. وقتی که تیاری پر از دلار برش نشان داد، ایمانش رفت او شد. شاگردایش هم چون الله پرست نبودن، مخلوق پرست بودن، باز میگه که امیر رهبر ما رهبر گرفتیم، اگر کت گفت جهاد کو در پشتش جهاد میکنیم، اگر کت روس معاهده کرد کتش روس معاهده میکنیم، اگر کت امریکا رفت کتش امریکا میریم. ما رهبر ما را تعیین کردیم. بازی رهبرش در روز آخرت پرسانش میکنه که امیر رهبرت بود، برو از پشت سر رهبرت. اما اگر رهبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و با سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده باشه، باز اونجا میگه که هو رسول الله صلی الله علیه و سلم، این شخصی که مبعوث شده بود برای ما من حیث اسوه، رهبر،
بعضی کسا باز سر رسول الله صلی تهمت میکنن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعت آورده بود، اما ما در گروه هستیم که اینجا اخلاق است، صفای نفس است، پاکی هست، این طریقی ما هست. به ایمانا که رسول الله صلی الله علیه و سلم العیاذ بالله بخش اخلاقی، صفای نفس، پاکی قلب این نداشت، نه او خود شریعت است. یا شریعت تنها در نماز و روزه و حج و زکات میبینن، اما آیات قرآن ها نمیفهمن که الله متعال گفته به رسول الله صلی الله علیه و سلم که این پیغمبر است که اول یزکیکم، اول آمده که شما را تزکیه کنه، و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سبحان الله. و یعلمکم الکتاب، وظیفه پیغمبر اول تزکیه هست، پاکی هست از اندیشه های فاسد و کفری و شرکی و بیدینی و جاهلیت و عقب ماندگی و بیدینی. از این تزکیه میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، تخلیه میکرد در جای از او اخلاقیات اسلامی. بعد از او که سرت پاک شد از این مشکلات، باز میگه و یعلمکم الکتاب والحکمه، باز بر شما الکتاب القرآن، الحکمه السنه. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم امی سه کاره آمد کرد، یزکیکم، یعلمکم الکتاب والحکمه. خب وقتی که گفت که هو رسول الله فیقولانی و ما علمک، چی علم داری؟ خواندی قرآن؟ خواندی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فیقول میگه بله قرأت کتاب الله فآمنت به و صدقت. بله من قرآن تو نخواندم که یک صفحهش تو بیا در بخوان، یک صفحهش من دیدید باشید در یگان جایی من اینه من خیلی شام خواندم توی دیگه شام بخوان. خب خلاص کردیم حالا بیار شربتن. قرآن ها تو بخوان که آیات قرآن در زندگی تو تاثیر داشته باشه و واقعا قرأت کتاب الله، وقتی که خواندم مفاهیمش فهمیدم، فآمنت به، به او ایمان آوردم، و صدقت. فینادی مناد من فی السماء، میگه صدای میشه از آسمان، ان صدق عبدی، راست گفت بنده من، فافرشوه من الجنه، در قبرش فرشی از فرشهای جنت برش اوار بکنین، و البسه من الجنه، در همینجا برش لباسهای از جنت بپوشانین، وافتحوا له بابا الى الجنه، یک دروازه هم باز بکنین از جنت، فیأتیه من روحها و طیبها، از خوشبویی های جنت، از هوای خوب جنت، و یفسح له فی قبره مد بصره، باز میشه قبل از به اندازی میگه که گشاده میشه به اندازی دیدن چشم، و یأتیه رجل حسن الوجه، در قبرش یک شخصی بسیار زیباروی میه، حسن الثیاب، بسیار لباس های خوب داره، طیب الریح، بوی بسیار عالی داره، فیقول ابشر بالذی یسرک، مجربات مبارک باشه، خوشا به حال تو، به چیزی که تو را خوشحال میسازه، هذا یومک الذی کنت توعد، این روز است که بر تو وعده داده شده بود. فیقول له، این متوفا پرسانش میکنه من انت، تو کی هستی؟ فوجهک الوجه یجیء بالخیر، چهره تو بسیار زیبا معلوم میشه، چهره زیبایی که بشارت خیر میده. فیقول، امی شخص برش میگه که انا عملک الصالح، ما اعمال صالحیت هستم، كنت والله سریعا فی طاعت الله، یقینا تو در اطاعت الله بسیار سعی و تلاش میکردی، بطیئا عن معصیت الله، در معصیت الله بسیار بطیء بودی، بسیار تنبلی میکردی که معصیت نکنم، در طرف عن معصیت بسیار سستی میکردی. فجزاک الله خیرا، عالی عالم میگه نعم بله. یقول له انا عملک الصالح، فما عمله الصالح، عمل صالح ازی چی است؟ انه صلاته و صومه، نمازش است، روزیش است،
بره و صدقته، نیکی و صدقیش است. بکاؤه و خشیته، ریختاندن قطرات اشک به خاطر الله و ترس الله بود. حج عمریش بود. قرائته للقرآن و حبش محبت با الله داشت. برخواستنش در سحری ها، روزه در روز، و ترسش از عزیز جبار. نیکی والدین، طلب علم، دعوتش به طرف الله، جهادش فی سبیل الله. وقتی که انسان مؤمن این چیره زیبا رو میبینه، یبشره که بشارت میته، به طرف راست و چپ میبینه که قبر وسیع شده، فرشی از فرشهای جنت، تختی از تختهای جنت، و به طرف لباس خود میبینه لباس جنتی ها. میفهمه که این نعمت است که هیچ چیزی با این مساوی نیست، که بر از او انتظار میکرد در جنت. فیدعو ربه و یقول، میگه پروردگارا چقدر زیباست، اقم الساعه، منتظر قیام ساعت هستم تا به اهل و خانواده خود برسم. والسلام علیکم.